اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم هموطنان عزیز و آنانی که صدای ما را میشنوید. به خدا شکر بیادت که بار دیگر دیداری یک دیگر دیدن مناسبی با شما عزیزان هم صحبت شدن. امروز صحبت ما و شما در حق همسایگی از روی انشاءالله شریعت اسلام، یعنی چی حق ها داره، چی حقوق ها داره و چی معامله کردن در کار، بس همی از شما عزیزان انشاءالله این صحبت را میرسانیم. البته حق همسایه برای همسایه بسیار بلند است. پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم مازال جبرائیل و یوسینی بالجار، یعنی همیشه وصیت کرد برای من جبرائیل امین در حق همسایگی. حتی ظننت انه سیوصره، حتی گمان کردم که زود است که همسایه با همسایه میراث خور نکند. بینه که تا چی اندازه پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم حضرت جبرائیل انشاءالله خدا خود وصیت میکردن. در دیگر حدیثی مبارک پیغمبر علیه السلام میگن کسی که من یؤمن بالله و الیوم الاخر ولا یؤذی جاره، کسی که ایمانی به خدا داره، الله یعنی رب حساب میکنه، آفریدگار حساب میکنه و بر روز قیامت که آمدنی است، در آمدن قیامت شک و شبهه نیست، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم همسایه خود را آزار ندهد، که این حدیث امام بخاری و امام مسلم روایت کرده است. در دین سخیت، یعنی در دین سخاوت مبین اسلام در حق همسایگان بسیار بسیار پیغمبر بزرگوار تاکید کرده است. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم در دورهای حیاتش و همسایه هایی که داشتن یهودا بودن، غیر دین ها بودن، وقتی که بیمار میشدن به زیارت آنها میرفتن و از زیارت رسول الله صلی الله علیه و سلم چندین آنها به اسلام عزیز الحمدلله مشرف میشدند. حتی وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دخترش فاطمه رضی الله تعالی عنها را به حضرت علی شوهری دادنی شدن، همسایه یهودی داشتن، نزد همون همسایه رفتن و مصلحت پرسیدن که یا همسایه چی میگویی من فاطمه را به علی میتیم؟ گفت که یا محمد صلی الله علیه و سلم، آخی من و تو فرق از زمین تا آسمان است، دین تو دیگر است، دینی من دیگر است، از من چی مصلحت میپرسی؟ گفت مرا خدا برای حق همسایگی تاکید کرده است، همسایه من هستی، باید که از حق همسایگی باید که ادا نمایی. وقتی که این سخن شنید همون یهود گفت حقیقی انشاءالله خدا خود دینی، یعنی اسلام حقیقی دین همین است که برای انشاءالله همسایه بین این پیغمبر از من نصیحت پرسید و انشاءالله خدا خود کلمه آمد میگد گفت کلمه برای من عرضه که دین تو حق است، لا اله الا الله محمد رسول الله شو گفت و به اسلام مشرف گردید. بینید عزیزان من، حتی پیغمبر بزرگوار چونین انشاءالله خدا خواهد برای همسایگان خود، هم محلگان خود چنان معامله میکردن. قطعا کدام انشاءالله دیندار باشدم وقتی که به امامش کهن سالاشون حرمت میکردن، زیارت میکردن، از توفیل زیارت پیغمبر به اسلام عزیز مشرف میشنن. برادران اسلام عزیز، نم همسایه سه حق دارد. یک همسایه است که سه حق دارد و یک همسایه است که دو حق دارد و یک همسایه است که یک حق دارد. آن همسایه که سه حق دارد این یکی، یعنی همسایه خدا خود، حق همسایگی و حق خویش و تباری و حق مسلمانی. و یک همسایه که دو حق دارد یعنی حق همسایگی و حق مسلمانی. و یک همسایه که یک حق دارد اگرچه کافر باشد هم عزیزان من یک حق دارد. بینید انشاءالله اسلام عزیز چونین با معامله، چونین با انشاءالله رفتار و گفتار خوب پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم معامله میکردن.
برای همین پیامبر اسلام گفتن ان الله لا، یعنی پیامبر اسلام در حدیث مبارک شو شرح حدیث همین است که روز قیامت خداوند دو گروه انسان ها را به نظر رحمت نگاه نمی کرده است. یکیش انشاءالله همسایه که بد اخلاق است و یکی انشاءالله خویش و تبار رشتهش بریدگی انسان ها را الله سبحانه و تعالی روز قیامت به نظر رحمتش نگاه نمی کرده است. ببینید که حق همسایگی چنان انشاءالله بلند است، چنان انشاءالله خدا خواهد درجه ها دارد. حتی یک میگد همسایه وقتی که زمینش میفروختگی شد نرخ زمینش بسیار بلند گفت یک انسان. وقتی که آدما جمع زدن حولیش نگاه کردن گفتن برادری حولی تو به این قدر سومی که بلند میگی نمی ارزد که. گفتن من همسایه مفروخته سادم. گفتن تو با کی همسایه هستی؟ من به امام اعظم رحمت الله علیه همسایه هستم. بلکه من زمین همسایه خود مفروختم که این انسانی خوب، این انسانی خداخواد با دیانت، این انسانی انشاءالله با تقوا، این انسانی خدا ترس که من همسایه هستم. عزیزانی من، برای همین ما و شما آگاه باشیم، هوشیار باشیم، انشاءالله حق همسایگی را ادا کنیم. روز قیامت هم از حق همسایگان انشاءالله پرسیده می شود. همسایه راضی است، خدا راضی انشاءالله. برای همین همیشه برای راضی کردن همسایگان خود سعی کنیم، کوشش کنیم. در اینجا صحبت به پایان می رسانیم. الله اگر خدا خواهد فرصت دهد صحبت های دیگر با مکملتر، با پرتر در حق همسایه انشاءالله به شما عزیزان هم صحبت میشیم. تا صحبت دیگر در حفظ و پناه خدای مهربان باشید.